درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول، گفتار 27. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. این کتاب монография درباره بدیل پیش از همه درباره حیات و ایجادیات بدیل نقل می نماید و اثری برجسته علمی به حساب می رود. از یک طرف از حجت‌های گوناگون تاریخی نوشته شده باشد، از طرف دیگر در اساس نگاشته‌های خود شاعر قلمداد گردیده است. استاد صدرالدین عینی با نگاشته‌های خود به هر یک اثر بدیل بهای حقیقت نگارانه داده است. برتلس. استاد عینی تیرهای آتشین اشعار خود را راست به دهان اژدهای ظلم و استبداد روانه می کرد. اگر خلق روس به یاری تاجیکان نمی آمد، عینی در زندان هلاک می شد. ارمیه سرخ خود عینی را هم از زندان آزاد کرد و او ریولوسیا را با گیمن آزادی پیشواز گرفت. انا برای چی ما نویسندگان معاصران جوان عینی با راه کشف کرده عینی ره سپاریم؟ ما همه خوانندگان گوناگون ملت او را نه همچون عالم، استاد برجسته سخن، بلکه همچون قهرمان خلق تاجیک حرمت میکنیم. پاول لوکنیتسکی. گل محمد بی افغان، عصر 13 هجری. در عهد امیر نصرالله حاکمی نورعطا بوده، بعد از آن از عملداری استعفا کرده. از تذکیره تحفة الاحباب واضح در سال 1332 هجری در تاشکند طبع یافته. غزل.
بس که یاد ز خمی طره جانان کردیم. تا دمی صبح بس فکری پریشان کردیم. بس که در یاد لبی لعل تو خون شد دل ما. اشک هر جا که فشاندیم بدخشان کردیم. نیم جانی که از او نیز نمانده است نشان. به کمان خانه ابروی تو قربان کردیم. شعله امشب ز دل ما به فلک می پیچد. تازه برخی دیگر نظری نیستان کردیم. پیروی ناله قمری که رسیدیم به باغ. هم اینانی به تو ای سرو خرامان کردیم. دمی صبحی که گذشتیم از این گلشن یأس. داغ رخسار تو چون لاله به دامان کردیم. غوطه زد بلبل فردوس چو طاووس به داغ. بر سری کوی تو هر چند که افغان کردیم. غزل. از یک بیاضی دست نویس. شب که طبعی نازکت مستی می بیداد بود. مو به مویم در تظلم نشأه‌ای فریاد بود. از غضب میلی تبسم لعل خندانت نداشت. یک قلم اعضای محفل خاطری ناشاد بود. بی قدومت کلبم گر رفت در تاراج رنگ. از نگاهت ای پری ویرانم آباد بود. بس که افغان در غمی مژگان سیاهی داشتم. همچو میلی سرمه امشب بر لبم فریاد بود. اکمل. نامش شیر محمد است. از یک بیاضی دست نویس. مخمس بر غزلی بیدل. ای به شوخی سروری وحشی غزالانی خطاب. از خرامت سرو را زنجیری حیرانی به پا. ناتوانانی قدت را کیست بردارد ز جا. ای خیالی قامتت آهی ضعیفان را عصا. بر رخم نظاره ها را
لغزش از جوش صفا. در تماشاگاهتی وحشی غزالی مشک بود، هر طرف چون ذره و خورشید گیرم جستجو. دیده قربانیان صف بستند از چار سو، همچو آیینه هزاران چشم حیران رو برو. همچو کاکل یک جهان جمعی پریشان از قفا. قوس ابرویت کمان از دستی بهمن می کشد، تیر دل دوزت جگر از چشم جوشن می کشد. غمزت سالاری ناز از چاهی بیژن می کشد، تیغ دامانت به آبی ناز دامن می کشد. چشم مخمورت به خونی تاک می بندد حنا. بس که چون مژگان فتاده صیدها بالایی هم، مردمی چشمی تو از عاشق شکاری کرده رم. عیسی لعلت به جان از فکر بیماران غم، ابروی مشکینت از باری تغافل گشته خم. مانده زلفی سرکشد زندیشه دلها دوتا. شمسان در محفل نازی تو با سوز و گداز، کشته شمع نگاهت گشته صد گردن فراز. رفته در گرد خرامت قاصدی اهل نیاز، بسته بر باری اسیرت نامه پرواز ناز. خفته در خون شهیدت جوش گلزاری بقا. گل زیادی عارضت هر صبح می خواند سبق، می خورد صد لخت خون تا غنچه گرداند ورق. تا شود از شبنمی خورشید رخسارت نسق. اینجا نسق باید به معنای روشنی باشد. تا شود از شبنمی خورشید رخسارت نسق، از صفای ساییدت جان می چکد گاهی عرق. و از شکستی طره‌ات دل می دمد جایی صدا. غزل از تحفة الاحباب. ای موج گوهر از تپشی رنگ برون آ، بشکن چو حباب افسر و اورنگ برون آ.
در دامی هوس قید علایق ز خرد نیست. ای طایر نو از قفسی تنگ برون آ، تا سینه ز داغ آینه صبح تجلیست. شامی ز سویدای دل از رنگ برون آ، تا آبیله پای شود افسری زرین. چون شمع ز عذری قدمی لنگ برون آ، آینه رعنا چمنی چند چو طاووس. ای محوی هوس زین همه نیرنگ برون آ، سازی نفس آهنگی اثر کرده وداعت. ای ناله پرافشان ز رگی چنگ برون آ، از سختی دوران چی کشی ننگ فسردن. چون اشک شرر از جگری سنگ برون آ، تسخیر جهان در گروی خاتم خلق است. اکمل همه تن صلح شو از جنگ برون آ. ارسی حصاری از شعرای عصر 13 هجری. ارسی حصاری از شعرای عصر 13 هجری. غزل از تحفة الاحباب. خط مشکین بر رخی گلبرگ تر کرده نقاب. حسن معجز بین که زیر سایه دارد آفتاب. کاتبی قدرت بسادی چشم مستت کرده است. کاتبان ادب هرگاه به مصرع یا بیت خوب واخورند در بالای آن صاد می‌گذارند که کنایه از صحیح است. شاعر همان قاعده را اقتباس کرده است. کاتبی قدرت بسادی چشم مستت کرده است. مصرعی موزون قد دلکشت را انتخاب. نیست تسکین دلی عشاق از بزم وصال. کی برد از طبع شبنم صحبتی گل اضطراب. زآتشی عشقی تو خون دل مرا از دیده ریخت. آری از آتش سرشکی لالگون ریزد کباب. دل مقامی توست از ظلمش مده بر باد غم. گرچه باشد به که گردد خانه ظالم خراب. می نهد پا در رکاب و من ز غم خون می خورم. کاش می شد دیده من حلقه چشم رکاب.
زین غزل دردست ارسی در دلی اهل کمال، کش ز حاذق هم نخواهد یافت درمانی جواب. از یک مجموعه. من بجای چای قبل از صبح شبنم می خورم، چون که هنگام غذای شام شد غم می خورم. مصرع دوم به اول دلیل شدن نمی تواند. من بجای چای قبل از صبح شبنم می خورم، چون که هنگام غذای شام شد غم می خورم. در خیالم ناگهان دیگی پلو آمد به جوش، می کنم حفظ نفس یک ساعت دم می خورم. حسرتی آبی نبات و پشمکی بازاری شب، می کند لاحظ اگر چندی که من کم می خورم. تاری برگشتم بینگر که زبنای زمان، هر کجا رو آورم یک مشتی محکم می خورم. آنچنان محروم نعمتهای دورانم که من نان قاقی مانده از حوا و آدم می خورم. هرچه هست از خوردنی ارسی نصیب بردنی است، گر دیگر چیزی نیابم چون کمان خم می خورم. انصب منصور خواجه بخارایی از شعرای عصر 13 هجری. غزل از تحفة الاحباب. نه مرا جامی جم و ملک سکندر در کار، شاهدی معنی و شعری خوش و دلبر در کار. در معنی به کف آوردنت آسان نبود، طبعی موزون و خوش و فکری معطر در کار. چه گوهرها که نشد حاصلم از بحر خیال، نه مرا آرزوی لعل و نه گوهر در کار. هر که در دل هوسی کوثری طوبی دارد، نیست ما را بجز آن سروی سمنبر در کار. چند باشم به تماشای گل و مشک خطاب، عارضی ساده و گیسوی معنبر در کار. پوچ مغزان جهان را ز رخی خوب چه سود، زاهدان را هوسی سبحه و منبر در کار.
نیست ما را هوسی خلد و تمنای قصور، لبی عیسی نفس خط معنبر در کار. انصب از بهر تماشای عروسی معنی، دلی پاکیزه چو مرآت سکندر در کار. چشم و ابروی دهانت دلکش است، قد و بست و غبغب و خالی لبانت دلکش است، قد و بست و غبغب و خالی لبانت دلکش است. شکل ابرویت کمانم و کمانت جان فزاست، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است. پس میلان کنی قامتت باز دل رباست، هر طرفم خوردنی موی و میانت دلکش است. هم تبسم ریزی طرزی نگاهت رو بخش، هم شکر هم شکر آمیزی تبی بیانت دلکش است. هم خرامت دل ربایم، هم مدایت دل فریب، چشم و ابروی دهانت دلکش است، قد و بست و غبغب و خالی لبانت دلکش است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 27 را از روی کتابی استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نوزلی.